ملیس شهر دوشنبه روز 13 ینوار سال 2023 خبر داد که یک ساکن جوان 22 ساله کوچه سرخاب را که در حالت مستی مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش را آزار میداد و با چوب دست یا دوبینکی که در آن فاشیست نوشته شده و هم رمز آلمان فاشیستی اکاکی شده بود تهدید میکرد، برای 15 شبانه روز حبس کردند. در اطلاعیه مرکز مطبوعات ملیس پایتخت تاجیکستان گفته می شود که در برابر مبارزه ضد جنایتکاری همچون یک سمت دیگر فعالیت مقامات کارهای داخلی، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، تامین فضای همدیگرفهمی در عائله و پیشگیری خشونت و زوراوری در عائله می باشد. از جمله می افزود این نیو در نتیجه سنجش و بررسی مراجعت مادر و پیوندان از جانب کارمندان میلیسیا یک حالت خشونت عائلوی و آزار مادر به قید گرفته شده، سبب و شرایط به آن مساعدت کننده معین کرده شد. شهروند شکرов زیارتشاه فیض اللهویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه سرخاب مدتی است به نوشیدن مشروبات اسپریتی مشغول گردیده فضای ناسالم را در محیط خانواده خود به میان آورده است. از جمله مراتبه آخرین نیز در حالت مستی به خانه آمده با مادر و همسر و برادر خود مناقشه نموده، در برابر با الفاظ قبیح شان و شرف آنها را پس نمودن، همزمان با دستچوب مخصوص آماده کرده خود آنها را تهدید کرده است. گفته می شود در اطلاعیه خود جوانی حبس شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی در عکس نشر شده ملیس دوشنبه او با چوب دست در دست دیده می شود که در آن کلمه فاشیست نوشته شده و هم سیلوستریکا رمز آلمان فاشیستی اکاکی شده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به شکرov زیارتشاه پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، در اساس قرار دادگاه نسبت به وی جزا در نمود حبس ماموری به مدت 15 شبانه روز تطبیق کرده شد.